مسلمان حقیقی دروغ نمیگه. مسلمان حقیقی هر جایی که برابر شد حقیقت میگه، راست میگه. یک روز یک امریکایی کتمه جا بحث میکرد، گفت آیا تو حقیقت ها را میگی؟ من گفتم بله حقیقت ها را من برات میگم. آیا نمیترسی؟ من گفتم نه والا ما خطابال برام ترس چیز را نمیفهمیم. او توستی که وقتی از کوټه سنگی تا ارزگان میری وقت پتلون تا خراب کردی. مسلمان نمیترسه، مسلمان نمیترسه. از چی بترسن؟ گفت که خب یک قسم از زندگی. من گفتم بله ما هیچ وقت نمیترسیم، ولی یک حقیقت درک باید بکنی، یک حقیقت درک بکنی که ما مردم افغانستان خیر است. بیا طفل در بین غنداق بکش، بیا شیندن در بمبارد کو، برو قندار و ارزگان بمبارد بکن، طفل ما را به نام القاعده بکش و در مقابل القاعده خود ساعت شده نمیتونی. حالا طفلا را در اودخل که به خاطر اینجا بوی که 4 تا کشتیم، کی را کشتی؟ اشتو که 2 ساله، کی را کشتی؟ اشتو که 4 ساله. غیرت تا اینمه قبل است که پیش روی دفتر دیوالای 6 متره ماندی، نامت سوپر پاور است. مرغانچه برای جور میکنی نامت سوپر پاور. من گفتم میخوا به این شکل خود سوپر پاور نمیشه. اینا گفت که خب خیما چی باید بکنیم؟ من گفتم به خاطر از اینکه شما اجازه میکنیم خیلی نظر شما چیز. ما گفتیم نظر ما چی است؟ این ما بیچاره هیچ چیز نداریم. تا 20 سال پیش شما امریکایی نمیگفتن که اگر قولایت لوش نباشه، اگر پتلون کاوبای نپوشی، اگر همسرت مثل کندلیساهای سوار دامن مینوجوب نداشته باشه، اینا میتونه که سلاح اتمی بسازه. این ایرانی‌ها گفتن که ما کت لنگی، این کت ریش، این کت چپن، این خانم ما با حجاب است، این برنامه انرژی اتمی رو برش دسترسی پیدا کردیم. پاکستانی‌ها گفتن، اینجا گفتن این مارسه که تو میگفتی باید بسیار چشمای سبز داشته باشی و چهره سرخ، این مسیحاپوست لاغرک مینک برای سلاح اتمی ساختم. ما گفتم ان شاء الله تعالی در بین این جوانای مسلمانی که امروز ما الحمدلله میبینیم 5 سال پیش 82% محصلین طرفدار امریکا بودن، امروز 98% محصلین ضد امریکا هستند و میگن که مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر دشمنای اسلام، مرگ بر دشمنای قرآن، مرگ بر طرفدارای امریکا، مرگ بر غلامای امریکا. این حاله اینجاست که من گفتم آل ما آزادانه میبینیم. چرا این جوانا را کی ذهنشان تغییر داد؟ حرکت‌های زشت و منفی و غیر انسانی شما بود که این جوانا را کلشان از ذهنشان تغییر داد. و جوانایی که کورس انگلیسی میخوانه هنوز دشمن درجه که توست و بر ضد تو که تو دشمن بشریت هستی، دشمن انسانیت هستی. گفتم بیا تو هم استاد هستی، من هم استاد هستم، بگید این نرشو کت ما ولایت به ولایت بگرد، مرا بگید در کل ولایت‌های امریکا بگردان کتت میگردم، ولی تو جرأت نمیکنی که از پیش از کوټه سنگی و پای پیاده بری. این سوپر پاور خلاصن دی امر یک پاسو که من در کل ولایت‌های در اروپا امریکا یک ویزا پیدا کنم کل جا پای پیاده میگردم.